وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم از یکی دیگر از قسمت‌های برنامه راهنمود سنت با موضوع جدید. و این موضوع این است که می‌خواهیم پیرامون یک بحثی ان شاء الله صحبت‌هایی داشته باشیم که همانا دشنام دادن به زمانه یا روزگار هست. بعضی از افراد را ما می‌بینیم که در این روزگار و در این شرایطی که ما زندگی می‌کنیم شروع می‌کنن به دشنام دادن از زمانه و هر چی که به دهانشان می‌آید برای به زمانه یا به روزگار می‌گویند. و این سب و شتم حقیقتاً در شریعت اسلامی احکامی در موردش آمده که در خدمت شما عزیزان و بینندگان گرامی بنده عرض خواهم کرد. اول قبل از آن که به حکم آنها بپردازیم اجازه بدین که سه قسم از اقسامی که دشنام زمانه صورت میگیره یا دشنام روزگار صورت میگیره را به خدمت شما عزیزان و بینندگان گرامی عرض کنم و به دنبال آن حکم هر کدام را هم ان شاء الله مطرح بکنم و آیات و احادیثی که در این مورد آمده را نیز به خدمت شما عزیزان و بینندگان گرامی عرض بدارم. اول دشنام دادن زمانه یا از وجوه دشنام دادن از زمانه یا بدگویی زمانه یا شکایت از زمانه این است که فرد به عنوان مثال یک خبر را نقل میکنه، یک خبر محض را نقل میکنه، هدفش چیز دیگری نیست. مثلا میگه امروز بسیار گرمه، امروز خیلی سرده، امروز فلان شد، امروز فلان شد. این حقیقتا اگر به ظاهر امر بازگردیم نوع اعتراض است. اگر به ظاهر امر بازگردیم نوع اعتراض هست که امروز خیلی گرمه، امروز خیلی سرده، امروز فلانه، امروز فلانه و به این ترتیب. این جایزه، اشکال نداره. این مورد جایزه و اشکال نداره، چون فقط این حقیقتا نقل خبر محضه، نقل خبر محضه، بدون اعتراض، بدون ایراد، بدون بدگویی، بدون دشنام، هیچ حرف دیگری نداره. خلاص میگه امروز خیلی سرده، امروز خیلی گرمه، امروز خیلی گرمی کردم یا امروز خیلی سردم شد. مثلا در این مورد اشکال نداره، چون شما وقتی که در قرآن کریم مراجعه بکنیم ما شبیه این را میبینیم. در سوره مبارکه هود آیت 77 الله سبحانه و تعالی در مورد لوط علیه السلام میگه وقتی که فرشتگان به شکل جوانهای خوش صورت و خوب صورت وارد خانه حضرت لوط علیه السلام شدن، حضرت لوط علیه السلام نگران شد، ناراحت شد و در اونجا حضرت لوط علیه السلام چی گفت؟ الله متعال نقل میکنه، میگه ولما جاءت رسولنا لوطا سیء بهم. حضرت لوط علیه السلام نگران شد، ناراحت شد، سیء بهم و ضاق بهم. حضرت لوط علیه السلام یعنی احساس تنگی کرد، احساس ناراحتی کرد نسبت به اینها که چه کار بکنه، سرنوشت اینها چی میشه. چون شما میدانید که قوم لوط علیه السلام قومی بودند که به لواط روی آورده بودند، یعنی توجه آنها بیشتر به جنس مخالف نبود بلکه به جنس خودشان بود. به همین جهت وقتی این خوش صورت ها را دیدن که وارد خانه حضرت لوط شدن، حضرت لوط علیه السلام نگران شد که حالا چگونه از اینها دفاع بکنم، چگونه در مقابل دشمنان استاد بشم، بتونم از اینها دفاع بکنم.
و حضرت لوط علیه السلام در ادامه گفت و قال، گفت لوط علیه السلام هذا یوم عصیب، این روز بسیار دردناکه، روز بسیار سختیه. حضرت لوط علیه السلام حقیقتا منظورش نیست که اعتراض بکنه به این روز یا ایراد بگیره به این روز، بلکه بیان یک حقیقت را میکنه، بیان یک حقیقت را میکنه که سخته، این روز سختیه، من چیکار کنم حالا در مقابل این دشمنان، در مقابل این همه مردم چیکار بکنم، چگونه بتوانم از این مهمانهایم حفاظت بکنم. ولی این قول را منظور ما این بود که حضرت لوط علیه السلام چی میگه؟ هذا یوم عصیب، این روز بسیار سختیه، روز بسیار دردناکیه، روز بسیار پیچیده و دشواریه. به هر حال این گفتیم که در قرآن کریم آمده و پیامبر علیه السلام یعنی حضرت لوط این قول را گفته و از زبانش خارج شده و اشکال شرعی در این مورد نداره که فقط انسان خبر محض را انسان حقیقتا نقل بکنه. ولی قسم دیگر اینه که انسان زمان را دشنام بده و زمانه را فاعل این کارها بدانه، فاعل این کارها بدانه. مثلا فکر بکنه که هوای سرد، فکر کنه هوای گرم، فکر کنه این همه مشکلات، اینها به خاطر روزگاره و خاطر زمانه، یعنی زمانه باعث میشه که اینها صورت بگیره. این شرک اکبره، این شرک اکبره. این نوع قسم که فرد فکر بکنه که به خاطر زمانه هست، به خاطر روزگار است که این اتفاقها میافتد و فکر بکنه فاعل اینها و انجام دهنده اینها روزگاره. الله سبحانه و تعالی در مورد مشرکین همین حرف را میزنه. برخی از مشرکین چی میگفتن؟ و قالو، میگفتن ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر، جز روزگار، جز زمانه، چیز دیگری ما را هلاک نمیکنه. الله میگه و ما لهم بذلک من علم انهم الا یظنون، اینها یک گمان کردن، یک گمان باطل کردن، دروغ میگن، اینها نمیفهمن، علم ندارن در این مورد. حرف اینجاست که اینها فکر میکردن که زمانه باعث میشه که اونها را هلاک بکنه، زمانه باعث میشه که این مسائل به وجود بیایه. این نوع طرز تفکر شرک اکبره، انسان را از دایره اسلام خارج میکنه که انسان فکر کنه زمانه ای کارها را انجام میده. کمونیست هایی که و لایک هایی که حقیقتا به خدا و به این چیزها باور ندارن شبیه همین حرف را میزنن، میگن که طبیعت ما را به وجود میاره و طبیعت ما را از بین میبره و فکر میکنن طبیعت همه کاره است، یعنی آنچه هم که به وجود میآید از مشکلات و سختی ها و خوشحالی ها و هر چی، همه اینها به دوش طبیعته، یعنی طبیعت که اینها را به وجود میاره یا زمانه و روزگار که اینها را به وجود میاره. و مشرکین همین را میگفتند و ما یهلکنا الا الدهر، جز زمان و زمانه و روزگار چیز دیگری ما را نابود نمیکنه و هلاک نمیکنه. ولی الله سبحانه و تعالی این را رد میکنه، میگه اینها دروغ میگن، اینها نمیفهمن، علم ندارن، بر اساس گمان باطل خودشان روانند. پس بنابراین اگر کسی فکر بکنه و به این اندیشه باشه که روزگار این مشکلات را بر سر او آورده و فاعل و انجام دهنده این اعمال و این کارها و آنچه که بر سرش آمده و به او مبتلا شده روزگار است، این فرد شرک اکبر را مرتکب شده، مرتکب شرک اکبر شده. نوع سوم نوعیه که فرد زمانه را دشنام میده، زمانه را بدگویی میکنه، از زمانه ایراد میگیره، از روزگار ایراد میگیره، ولی به این اعتقاده که فاعل این کارها روزگار نیست بلکه اللهه، اما این روزگار سبب شده، این روزگار سبب به وجود آمدن این هاست، ولی اصل فاعل و اصل خالق این افعال کیه؟ اللهه. این عمل هم حرامه، این طرز تفکر هم طرز تفکر نمیگن شرکه، چون مستقیما الله را مورد خطاب قرار نمیده، چون اگر به این اعتقاد باشه که باز الله متعال فاعل آنها نیست و به هر حال اینها از پیش خود به همین طریق به وجود میآیند و زمان را دشنام بده، این خب باز حرف دیگری است. اما این دشنام میده زمانه را ولی غیر مستقیم، نه مستقیما الله متعال را هدفش نیست،
هدفش این نیست که الله متعال رو نعوذ بالله دشنام بده، بلکه فکر میکنه زمانه یک وسیله است. الله فاعله ولی زمانه یک وسیله است که این عمل انجام میشه و این کار انجام شده. بنابراین زمانه را دشنام میده، این فرد مشرک نمیشه ولی کار حرامی را مرتکب میشه، مرتکب شرک نمیشه و مرتکب عمل حرام و عمل بسیار گناه بزرگی است که حقیقتا انسان مرتکب میشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند، الله متعال میفرماید یوذین ابن آدم، فرزند آدم مرا اذیت میکند، فرزند آدم مرا آزار میدهد. یسب الدهر، زمان را دشنام میدهد. و انا الدهر، و من مسبب زمان هستم و منم که این کارها را انجام میدم. بیدی الامر، شاید کسی بگه شما این را از کجا تعبیر کردید و انا الدهر؟ چون بعضی ها آمدن گفتن که دهر اسمی از اسماء خداست، اسمی از اسماء الهی است و از این حدیث استدلال کردن، ولی آیه قرآن بر رد اونهاست که الله میگه و ما یهلکنا الا الدهر. از مشرکین الله ایراد میگیره. اگر مشرکین به این اعتقاد می بودن که دهر اسمی از اسماء الهی است، خب مشکلی نبود دیگه. و ما یهلکنا الا الدهر، ما را چیزی جز دهر یعنی الله به تعبیر اونها ما را اهلاک نمیکنه و این قول شرک نیست، حرف درستی است. ولی الله متعال اونها را از اونها ایراد میگیره، اونها را رد میکنه، میگه و ما یهلکنا الا الدهر. بنابراین دهر از اسماء الهی نیست، بلکه و انا الدهر یعنی مالک و اختیاردار و در واقع گرداننده روزگار منم. الله این را میگه و انا الدهر، من گرداننده روزگارم. اقلب اللیل و النهار، شبان روز را میگردانم. از کجا ما این حرف را گرفتیم؟ به این که میگه بیدی الامر، امر به دست من است. بیدی الامر، امر به دست من است، اختیار به دست من است. بنابراین میگن انا الدهر به معنای این که الله مقلب دهره. الله سبحانه و تعالی گرداننده زمانه. الله سبحانه و تعالی است که روزگار را میگردانه. پس بنابراین رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که شما این حرف را نزنید، چرا که این حرف حقیقتا دشنام است. این حرف حقیقتا برمیگرده به الله متعال. مواظب باشید، زمانه را دشنام ندهید، روزگار را دشنام ندهید. اجازه بدین که یک میان برنامه بگیرین. بعد از میان برنامه ان شاء الله دو موضوعی که به این حدیث متعلق میشه را به خدمت شما عزیزان عرض میکنم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و همسرانش مادران مؤمنانند. با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم از ادامه برنامه راهنمود سنت. حدیثی را به خدمت شما عزیزان که امام بخاری رحمه الله این حدیث را روایت می‌کند را روایت کردم که حدیث قدسی است، یعنی پیامبر علیه السلام از الله متعال روایت می‌کند که الله متعال می‌فرماید یوذین ابن آدم، فرزند آدم مرا اذیت می‌کند.
از این کلمه گرفته میشه که ناسزا گفتن به زمانه مرادف هست و برابر است با آزار دادن الله متعال. چگونه الله را آزار میدین؟ این کیفیت را ما نمیدانیم. به خاطر این است که بعضی از اهل باطل آمده اند، بعضی از اهل بدعت آمده اند و اینها را توجیه کردند، تعویل بیجا کردند. چون میگن چگونه الله اذیت میشه؟ الله خودش گفته که یؤذینی، مرا اذیت میکند ابن آدم. پس وقتی که الله میگه من و تو چیکاره هستیم که آن را بیاین تعویل بکنیم یا انکار بکنیم؟ درسته ما کیفیتش را نمیدانیم. در اسما و در صفات الله سبحانه و تعالی اصل در این است که انسان کیفیتش را نمیداند. نه اینکه کیفیت نداره، نه، کیفیتش را ما نمیدانیم. چرا که الله متعال میگه لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. هیچ چیزی همانند الله نیست. پس ما کیفیتش را نمیدانیم. چون پیامبر کیفیتش را نگفته، چون الله کیفیتش را نگفته، انسان که اذیت میشه نوع اذیتی داره، اما الله نوع دیگری داره که ما نمیدانیم. پس وقتی که ما میگیم الله متعال میگه که من اذیت میشم و دشنام دادن بنی آدم زمانه را مرا اذیت میکنه و آزار میده، به این معناست که ما کیفیت آن را نمیدانیم و این ثابته و آن را انکار نمیکنیم. آن را انکار نمیکنیم چون الله خودش برای خودش ثابت کرده. تمام گفته که فرزند آدم مرا اذیت میکنه و کیفیتش را نمیدانیم و الله میگه لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. هیچ چیزی همانند الله نیست و الله سبحانه و تعالی سمیع و بصیر است. نکته دوم که حقیقتا قابل تأمل است که انسان تأمل بکنه اینه که احیانا انسان نعوذ بالله الله متعال را دشنام میدهد و نمیفهمد. مثل این موضوع خودش متوجه نیه، قصد آن را هم نداره. چون الله میگه منم که زمانه را میگردانم، منم که روزگار را میگردانم. تو وقت زمانه را دشنام میدی، حقیقتا دشنام تو چون تو نمیدانی، قصد آن را نداری، ولی به الله میرسه. چون الله که این کارها را انجام میده، الله که فاعل این هاست. پس بنابراین انسان خیلی باید مواظب زبانش باشه، مواظب باشه که از زبانش چی خارج میشه، چی میگه. حرفه های خود را انسان قبل از این که از دهانش بیرون بشه وزن بکنه. بدون وزن حرفی را از دهان خود بیرون نیندازه. و این دقیقاً معنای این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم هست. و وقتی که رسول الله علیه السلام میفرمایند قال الله تعالی، پروردگار متعال میفرماید. اللهی که تعالی وقتی پیامبر علیه السلام میگه از علو گرفته شده، یعنی صفت علو و پیامبر الله سبحانه و تعالی را رسول الله علیه السلام ثابت میکنن که ان شاء الله اگر پروردگار متعال به ما توفیق بده در یک برنامه خاص در مورد صفت علو و پروردگار متعال خواهیم رفت و ثابت خواهیم کرد که الله متعال سبحانه و تعالی صفتی دارد، صفت علو، و بدون کیفیت که کیفیتش را ما نمیدانیم. نه که کلا بدون کیفیت باشه، یعنی کیفیتی که ما نمیدانیم و در موردش دانا نیستیم. پس من بینندگان عزیز و گرامی، مواظب زبانهایمان باشیم، مواظب افکارمان باشیم، هر چیزی به دهان ما آمد نگوییم. و شاید بعضی از برادران و خواهران مسلمان ما تا حالا مبتلا به این مرض بودند و مبتلا به این خرافه و بدعت بودند که از زبان خودشان نعوذ بالله بیرون میکردند و زمانه را و روزگار را دشنام میدادند. تصمیم بگیرند که از این به بعد زمانه و روزگار را دشنام ندهند، چون تغییر زمانه و به هر حال این که زمانه و روزگار میگذره، اینها همه در اختیار الله هست و فاعل آنها الله هست. بنابراین انسان باید در مقابل آنچه که الله سبحانه و تعالی انجام میده تسلیم باشه. تا برنامه بعد همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله سبحانه و تعالی یار و مددگار همه من و شما باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.